سلام، آموزش جامع و کامل نرم افزار پاورپوینت. در این ویدیو قصد داریم قدم به قدم با یکی از محبوب ترین نرم افزارهای ارائه دهنده یا پرزنتیشن یعنی پاورپوینت آشنا شویم. پاورپوینت ابزاری فوق‌العاده برای ایجاد ارائه یا پرزنتیشن است که می توانید از آن در جلسات، کنفرانس ها، ارائه پروژه های کاری یا حتی در تحویل پروژه های دانشگاهی استفاده کنید. این آموزش یک مجموعه چند قسمتی است که فعلا شما در حال تماشای اولین قسمت از این مجموعه هستید. برای دیدن قسمت های بعدی عضو چینل نانوتک شوید تا قسمت های بعدی آموزش را از دست ندید. بریم سراغ نرم افزار. چطور میتونیم نرم افزار پاورپوینت که جزئی از مجموعه آفیس هست را باز کنیم؟ از روی تاسک بار روی دکمه استارت کلیک میکنم و نرم افزار پاورپوینت از لیست انتخاب میکنم. اگر نرم افزار بنا به هر دلیلی آیکون نرم افزار به لیست از این نرم افزارها نبود، در قسمت سرچ نام نرم افزار را تایپ میکنیم پاورپوینت و نرم افزار آیکون نرم افزار ظاهر میشه. رو از او کلیک میکنم تا برنامه باز بشه. در صفحه اول انتخاب میکنیم آیا میخوایم روی یک blank presentation روی یک پرزنتیشن خالی کار کنیم یا میخوایم یکی از این تم هایی که از قبل توسط شرکت طراحی شده استفاده کنیم. استایل های مختلفی دارن. میتونیم هم روی گزینه more themes کلیک کنیم تا تم های بیشتری ببینیم و شما متن داریم میخوایم که جایگزین متن های این پرزنتیشن ها کنیم. اما از اون جایی که ما میخوایم از ابتدا یاد بگیریم چطور میتوانیم یک پرزنتیشن بسازیم، روی بلانک پرزنتیشن کلیک میکنم تا یک صفحه کاملا خالی ایجاد بشه. معرفی میشیم با ساختار صفحه. در قسمت بالا نوار عنوان داریم که عنوان از این فعلا پرزنتیشن ون هست به دلیل از که تا به حال ما نام مشخص نکردیم و این پرزنتیشن ذخیره نکردیم. سمت چپ نوار کویک اکسس تولبار داریم. در مرکز صفحه سرچ داریم و سمت راست هم دکمه های مینیمایز، مکسیمایز و کلوز. پایین تر از نوار عنوان نوار ریبون داریم که شامل تب ها و کامنت ست ها یا گروپ ها هست. تب هوم، تب انزرت، تب درا، دیزاین، ترانزیشن و بقیه. و هر کدام این تب ها گزینه ها در قالب گروپ ها دسته‌بندی شده. تب هوم گروپ کلیپبورد داره و هم میتونیم بگیم کامند ست کلیپبورد، کامند ست سلاید و کامند ست فونت. ای اسم از این کامند ست فونت و پاراگراف، دراوینگ و ادیتینگ. هر کدام از این کامند ست ها بعضی از گزینه ها اگر در این قالب جانشن و گزینه های اضافی داشته باشن میتونیم با کلیک کردن روی علامت کوچکی که در سمت راست پایین هر کامند ست قرار گرفته به اونا دسترسی داشته باشین. پایین تر از نوار ریبون ورک اسپیس به دو قسمت تقسیم میشه. سمت چپ ما نماه از سلاید ها داریم. تمام سلاید ها به سمت چپ اضافه میشن و سمت راست هم هر سلایدی که شما کلیک میکنین به سمت چپ شما او در ورک اسپیس یا محیط کار میبینیم. ما فعلا یک سلاید داریم. اگر روی تب هوم کامند ست سلایدز روی نیو سلاید کلیک کنم سلاید دوم هم ایجاد میشه. دوباره کلیک کنم سلاید سوم. درست؟ با هر بار کلیک کردن روی هر کدام از این سلاید ها کلیک کنیم شما سلاید در صفحه کار یا در ورک اسپیس میبینیم. نوار پایین استاتوس بار یا نوار وضعیت است که سمت چپ تعداد سلاید ها رو نشان میده. ما فعلا 3 سلاید داریم و فعلا در سلاید اول اکتیو هست، یعنی سلاید اول انتخابه. سمت راست زوم کنترل داریم که با کلیک کردن روی علامت منفی در ورک اسپیس ما سلاید کوچکتر میکنیم و با کلیک کردن روی علامت مثبت او بزرگتر میکنیم. سلاید هایی که ساختم پاک میکنم به روی سلاید راست کلیک میکنم و گزینه دلیت سلاید. سلاید دو رو هم راست کلیک میکنم و دلیت سلاید. به خاطر ساختن یک پرزنتیشن
مطمئنا شما نیاز داریم تا محتویات از قبل آماده کرده داشته باشین. شما میخوایم در مورد یک پروژه دانشگاهی پرزنتیشن بسازیم یا میخوایم امروز در مورد اینکه کامپیوتر چیست یک پرزنتیشن بسازیم. من از قبل مقدار متن در نرم افزار ورد آماده کردم و میخوایم این متن ها تبدیل به یک پرزنتیشن کنیم. درست؟ پس شروع میکنیم قدم به قدم این کار را تکمیل میکنیم. میایم داخل پرزنتیشن. سلاید اول دو تکست باکس داره. تکست باکس اول و دوم. اولی گفته کلیک تو اد تایتل. درست؟ عنوان اصلی پرزنتیشن در همین قسمت ما می نویسیم. من مراجعه میکنم به فایل ورد، معرفی کامپیوتر، ای عنوان را انتخاب میکنم و روی دکمه کپی. ما فعلا در نرم افزار ورد قرار داریم. آموزش این نرم افزار در چینل وجود داره. روی تاسک بار کلیک میکنم روی نرم افزار پاورپوینت. در تکست باکس اولی که برای عنوان هست کلیک میکنم تا کرسر قرار بگیره و از کامند ست کلیپبورد پست انتخاب میکنم. درست؟ خیلی خوب. میتونیم ما عنوان را انتخاب کنیم و روی علامت کلیک میکنم تا عنوان پرزنتیشن ما کمی بزرگتر باشه. اگر خواسته باشیم یک سایه به اضافه کنیم روی دکمه شادو یا گزینه شادو کلیک میکنیم، تکست شادو، میبینیم که یک سایه به این متن ما اضافه شد. حتی میتونیم تکست کالر، فونت کالر، رنگ از زیر تغییر بدیم، اندازه از زیر کوچک و بزرگ کنیم یا ای که نوع قلم یا نوع فونت از زیر تبدیل کنیم. از لیست فونت های زبان فارسی که داریم یک فونت دیگه انتخاب. حالا من این فونت تبدیل نمی کنم. خیلی خوب. در قسمت بعدی یا در تکست باکس بعدی میتونیم یک زیر عنوان اگر داریم تایپ کنیم، یا ای که شخص ارائه کننده چه کسی است، یا ای که تاریخ و زمان. هر کدام از این محتویات که برای شما مهم هست. مثلا توسط نانوتک و این متن با کنترل ا از روی کیبورد دکمه کنترل نگه میدارم و کلید ا. تمام متنی که در این تکست باکس باشه انتخاب میشه و بعد میخوایم که این در سمت راستی تکست باکس تنظیم کنم. پس از کامند ست پاراگراف روی الاین رایت کلیک میکنم تا به سمت راست قرار بگیره. درست؟ این میخوایم سلاید اول باشه. عنوان معرفی کامپیوتر، نرم افزار و سخت افزار توسط نانوتک. یا میتونیم ما نانوتک دبل کلیک کنیم و از کامند ست فونت روی بی یا بولد کلیک کنیم تا درشت بشه متن ما. به خاطر اضافه کردن از سلاید جدید از کامند ست سلاید روی دکمه نیو سلاید کلیک میکنم، سلاید دوم اضافه میشه. درست؟ میبینیم که سلاید اول لیاوت یا ساختار از او با سلاید دوم متفاوته. چطور؟ سلاید دوم ما یک تکست باکس برای عنوان داره و یک تکست باکس کلانتر به خاطر محتویات. اما سلاید اول ما دو تکست باکس داشت، هر دو برای تقریبا عنوان بود. پس مراجعه میکنم فایل ورد و عنوان کامپیوتر چیست انتخاب میکنم، راست کلیک، کپی، یا از کامند ست کلیبورد روی کپی کلیک میکنم. درست؟ یا از روی کیبورد دکمه کنترل نگه میداریم و سی، کنترل سی که او کپی کنیم. بعد میایم در افزار پاورپوینت، روی پاورپوینت کلیک میکنم، در این تکست باکس که برای عنوان هست کلیک میکنم و پست انتخاب میکنم. هر متنی که ما فعلا در این تکست باکس تایپ کنیم یا پست کنیم به شکل پیشفرض یا دیفالت ای انتخاب هست یا left to right، از چپ به راست نوشته میشه. به خاطر اینکه زبان انگلیسی left to right هست، نه، از سمت چپ به راست نوشته میشه. اما زبان فارسی برعکس از راست به چپ نوشته میکنیم یا right to left. پس من کلید کنترل نگه میدارم A تا تمام متن انتخاب بشه در امی تکست باکس و از این قسمت روی right to left کلیک میکنم تا راست چین بشه متن ما. به اندازه یک پاراگراف
انتر خورده و اگر میخوایم شما ایرم حذف کنیم از روی کیبورد دکمه بک اسپیس میزنیم، این حذف میشه و این متن ما در مرکز در وسط قرار میگیره. کامپیوتر چیست یا عنوان رو انتخاب میکنم. اگر خواسته باشیم دوباره روی increase font size یا اندازه متن رو کلانتر میکنیم، روی از این کلیک میکنیم یا از این قسمت یک سایز دلخواه انتخاب میکنیم. درست؟ بعد میریم به تکست باکس بعدی. اگر شما خواسته باشیم میتونیم در امی تکست باکس یک جدول ایجاد کنیم یا گراف ایجاد کنیم یا تصویری وارد کنیم یا ویدیویی وارد کنیم و هم میتونیم مثل موضوع قبل متن وارد کنیم. من پس مراجعه میکنم به فایل ورد و تعریف کامپیوتر و سه متن یا سه جمله‌ای که به خاطر تعریف کامپیوتر من قبلا در نظر گرفتم انتخاب میکنم. هر سه جمله رو انتخاب کردم، کپی، دوباره برگشت به نرم افزار پاورپوینت و به این قسمت میخوایم پست کنم. روی علامت پست کلیک میکنم و متن ما ظاهر میشه. به خاطر تبدیل اندازه متن دوباره از روی کیبورد کنترل A یا ای که با کلیک ماوس همه متن رو انتخاب میکنم. اگر خواسته باشیم میتونیم اندازه متن رو کلانتر کنیم. من از این قسمت سایز 20 انتخاب میکنم. به خاطر وارد کردن سلاید سوم روی نیو سلاید کلیک میکنم. دوباره مراحل قبلی، حالا کلیک میکنیم عنوان خود تایپ میکنیم. به خاطر از اینکه وقت ضایع نشه من قبلا متن در نظر گرفتم، از این قسمت از نرم افزار ورد متن انتخاب میکنم، کپی و نرم افزار پاورپوینت از روی کیبورد دکمه کنترل نگه میدارم، کلید وی یا پست میکنیم. کنترل وی عملیه پست کردن رو انجام میده و یک خط جدید ایجاد شده. با بک اسپیس خط رو حذف میکنم و باز میبینیم left to right انتخاب شده. حالا میبینیم با هر تکست باکس مجبوریم ما پس right to left انتخاب کنیم، اما در جلسات بعدی یاد میگیریم چطور با یک تنظیم تماما سلاید ها آلت right to left به خود بگیرن. اگر میخوایم پرزنتیشن به زبان فارسی ایجاد کنیم پس تماما سلاید ها باید right to left باشن، درست؟ از راست به چپ. در جلسات بعدی توسط گزینه‌های مختلفی مثل سلاید مستر و بقیه گزینه‌ها میتونیم ما این کار را انجام بدیم. حالا من دوباره این کامند ست کنترل ا تکست انتخاب میکنم و right to left که از راست به چپ باشه و اندازه متن دوباره تبدیل به 24 میکنم که برای فونت، برای عناوین من اندازه 24 در نظر گرفته بودم. مراجعه میکنم دوباره به فایل ورد و دو جمله‌ای که به خاطر اجزای اصلی کامپیوتر قبلا من در نظر گرفته بودم و کپی میکنم، نرم افزار ورد، نرم افزار پاورپوینت برمیگردم و پست میکنم. درست؟ هر دو جمله رو انتخاب میکنم و برای از اینا سایز 20 در نظر گرفتیم. چطور؟ اگر مراجعه کنیم به سلاید شماره 2 کلیک کنیم به روی یکی از این جمله ها میبینیم که اندازه 20 به قسمت در نظر گرفته شده. پس میخواهیم که تماما سلاید ها از یک استاندارد پیروی کنند. پس میبینیم ساختن سلاید ها کار ساده ای است. اگر دوباره من روی نیو سلاید کلیک کنم سلاید 4 اضافه میشه، اما حالا میخوایم من سلاید 4 ساختار از اون تبدیل کنم. میخوایم که فقط این قسم نباشه، میخوایم یک تصویر وارد کنم، میخوایم توضیحات برای تصویر وارد کنم، قسمت برای عنوان داشته باشیم. پس به خاطر تبدیل از این سلاید یا ساختار از این ما از کامند ست سلاید بخش لیاوت استفاده میکنیم. اگر روی لیاوت کلیک کنم گزینه های مختلفی داره. مثلا من یک سلاید میخوایم فقط برای عنوان، انتخاب میکنم تایتل only، درست؟ یا میخوایم این سلاید کاملا خالی باشه، لیاوت کلیک میکنم، بلانک انتخاب میکنم. پس میبینیم میتونیم ما ساختار از سلاید تبدیل کنیم. پس میبینیم که ما میتونیم ساختار از سلاید تبدیل کنیم. من روی لیاوت کلیک میکنم و گزینه Picture with Caption انتخاب میکنم. میخوایم این قسم یک سلاید داشته باشم، تصویری وارد کنم، عنوان و توضیحی برای از این تصویر یا برای از این عنوان. اگر شما تغییرات در ساختار از این آوردین
اندازه‌ای که برای تصویر در نظر گرفته شده ما کوچکتر کردیم و از این تغییرات راضی نبودین میخواستیم پس برگردیم به حالت اولی، از گزینه بعدی reset استفاده میکنیم. روی reset کلیک میکنم، میبینیم که این باکس پس به اندازه‌ای که از قبل تعریف شده بود برگشت. خیلی خوب، پس برمیگردم به فایل ورد. میبینیم که فعلا مربوط میشه به سخت افزار چیست. میخوایم یک سلاید در مورد سخت افزار چیست بسازیم. متن رو انتخاب میکنم، کپی میکنم از نرم افزار ورد، میام نرم افزار پاورپوینت، در قسمت عنوان کلیک میکنم تا کرسر قرار بگیره و پست میکنم. بک اسپیس. خیلی خوب، کنترل ای رو انتخاب میکنم و میگم رایت تو لفت باشه، در وسط از این باکس قرار بگیره. اندازه از این از این قسمت تبدیل به 24 میکنه. بعد به خاطر وارد کردن تصویر میتونم دقیقاً به این قسمت کلیک کنم و میبینیم که صفحه Insert Picture باز میشه. آدرس تصویر روی دسکتاپ، یک تصویر به نام هاردور داریم و این انزرت میکنم. این تصویر در این قسمت قرار میگیره. بعد توضیح می نویسیم برای ازی. به خاطر از اینکه وقت ضایع نشه دوباره میام به نرم افزار ورد و این محتویات رو کپی میکنم نرم افزار پاورپوینت و میخوایم اینجا پست کنم اینا. خیلی خوب، میبینیم که بسیار ساده میتونیم ما پرزنتیشن بسازیم و به خاطر از اینکه مطمئن باشم اندازه درست تر برای تکست انتخاب کردم، دوباره متن رو انتخاب میکنم و از این قسمت سایز 20 رو انتخاب میکنم برای متن. خب خیلی خوب، ما تا فعلا 4 سلاید ساختیم و با این کار میتونیم ما سلاید های بیشتری هم بسازیم. پس ما نمیخوایم که وقت از این بیشتر ضایع کنم به این قسمت، میخوایم بریم با گزینه های بعدی آشنا بشیم. در کامند ست سلاید گزینه هم به نام سکشن داریم که میتونیم ما بخش بندی کنیم. اگر شما خواسته باشیم بخش های مختلفی داشته باشیم، مثلا در قسمت سخت افزار میخوایم ما چندین سلاید داشته باشیم، درست؟ به طور مثال ما اگر نیو سلاید کلیک کنم، سلاید بعدی اضافه میشه. ساختار از این میخوایم دوباره تبدیل بشه به حالت قبل، یعنی یک تایتل و کانتنت داشته باشه. به این حالت میخوایم سلایدی در مورد CPU یا Central Processing Unit برای کامپیوتر بسازیم، CPU، و یک توضیح هم به یک قسمت شما تایپ میکنیم. یک سلاید دیگه هم میخوایم باشه، روی نیو سلاید کلیک میکنم. میخوایم یک سلاید در مورد حافظه کامپیوتر یا Storage Device Hard Disk Drive داشته باشیم. دوباره روی نیو سلاید کلیک میکنم. یک سلاید دیگه میخوایم در مورد رم یا حافظه موقت کامپیوتر داشته باشیم. ببینیم تمام این سلاید ها در مورد سخت افزار است و ما میخوایم اینا رو گروپ بندی کنیم، در قالب یک گروپ داشته باشیم، گروپ سخت افزار. چطور میتونیم این کار انجام بدیم؟ من این قسمت کلیک میکنم، درست، و روی سکشن کلیک میکنم. add section، یک سکشن یا فصل جدید میخوایم اینجا ایجاد کنیم. نام این سکشن میتونیم ما به خاطر از اینکه واضح باشه هاردور بگذاریم و روی رینیم کلیک کنیم. حالا تمام این سلاید ها، سلاید شماره 4، 5، 6 و 7، هر 4 این سلاید جزء مجموعه هاردور هست. اگر روی این علامت کلیک کنم کلاپس میشه، جمع میشه و میبینین که در سکشن هاردور ما 4 سلاید داریم، درست؟ دوباره روی از این علامت کلیک کنم، سلایدار میبینیم. به این قسم میتونیم ما یک سکشنی هم برای سافتور بسازیم. میتونیم یک سکشن در سافتور باز در افزارها گروپ بندی کنیم. پس به قسمت سکشن میتونیم ما سلایدها خور گروپ بندی کنیم. دوباره کلیک میکنم روی متن، این متن رو انتخاب میکنم. اگر خواسته باشیم متن درشت کنیم روی بی کلیک میکنیم که بولد میشه. اگر خواسته باشیم متن زیر خط دار کنیم روی اندرلاین کلیک میکنیم و گزینه های تبدیل رنگ متن، اندازه متن، و اگر خواسته باشیم
هایلایت کنیم یا بک‌گراند از این متن رو تبدیل کنیم، از تکست هایلایت استفاده میکنیم. میخوایم بک‌گراند این متن مثلا رنگ از او تبدیل به زرد بشه. اگر انتخاب کردیم به این قسم میشه و اگر خواستیم پسورد حذف کنیم دوباره انتخاب میکنیم و نو کالر رو انتخاب میکنم. به خاطر اینکه آموزش زیاد طولانی نشه همینجا آموزش ختم میکنم و به خاطر دیدن آموزش بعدی حتما چنل رو سابسکرایب کنین. آموزش بعدی ادامه همین مبحث است. موفق باشید.